با نام خدای سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نمایی دیگری. دوستان عزیز، امروز برنامه تفریحی ورزشی و سیاحتی است. ما آمدیم به یکی از جایهای خوب و زیبا و دیدنی یک شهری که میشه تماشا کرد. این هم باشد تابستان چون چی می‌دونید جای اوبازی آمدیم، جای یک پول آمدیم که اگر شب بچه‌های اوبازی کنن، چون می‌دونید امروز در فرانسه تعطیل تابستانی بچگان شروع شده است و ان شاء الله که بچه‌ها دیگه اکثر می‌بریم هر طرف تماشا. جون باز می‌ریم دیگه. با ما باشید دوستان عزیز، دیگه برنامه ما رو پیگیری کنید، لایک کنید، پادلیس کنید، یک کامنت بنویسید و دوستان خود بفرستید. بچه‌های مردکی هم داشتم گپ زدم. به هر صورت با ما باشید، بریم یک جای تماشا کنیم که چی چیزها بحری موشا در اینجا پیدا میشه و یک جای تماشا کنیم. رفتیم. دوستان عزیز، چون چه گفتیم ما امروز آمدیم به یکی از پارک هایی که در او پارک هم آب هست، هم جای نشست، هم جای باربیکیو، هم جای شاشلی کردن. آمدیم امروز برنامه ما برنامه تفریحی است، چون در فرانسه تعطیل تابستان سر شدگی چند روز می شود و ما گفتیم کودک‌ها را بریم یگان جای آبازی که امروز کمک هوا ابری است، کمک هوا چی است برای آبازی، هم خلایه هم برای گشتن. افتاب نیست، یعنی سرسوزی و تناسوزی نیست. خلاص این لبی اما وزره که کولیو و گفتی فرانسوی ها لک اینجا جای بازی هم بده، جای بازی هم بده، جای کشتیگیری هم بده، کاتاماران ماتاماران هم خلاص گپ جای بده. این هم نزدیکی شهری تولوز فرانسه است، شهری لوئیس جوردان. یا بنظر خیلی جای کلان آمده است، همه میتونن بیان اینجا تفریح کنن، استراحت خوب. را ببینید سرسبزی را ببینید و اینجا هم جای میدان ورزشی است برای کودک‌ها و هم میدان ورزشی برای کلان‌ها. همچنین اینجا استال تنیس است، اینجا والیبال است و غیره ها. میریم دیگه طرفا ببینیم که در دیگه طرفای پارک یا که این آزره یا که این کول چه چیزا داره بحری استراحت کردن کودکان. با ما باشید. کودکای ما هم آمدن در لب ساحل، در لب کولی لوئیس جوردان استراحت دارن، تماشا دارن. اینجا هم جای خوب بوده، جای تفریح، جای بازی خوب. ها اینجا جای بهترین بوده. طرفم شانسی گفتیم جای نشست، جای خوردن باب، جای مثلا و هر عائله میای یکی از این سالچورا زین میکنه که چی میگن اجاره میگیری، میشی در آمدن و تمام چیزا به پلای، فقط خوردنی در خودت میاری. گفتی گپا که میدروی میگن استراحت کردن میگیری. خب اینو ببینید خیلی جالب هم هست. یک سیستم های سیستم دوری نه و شکل دوره شکل ساخته شده و چند نفر میتونن در یک وقت معین از یا استفاده بکنن. میبینید تا میخوام دوستان نگفتن امانه در خود کل در بعض جاهاش آبازی کردن ممکن است. جاهای آبازیش مخصوص جاها که او پلاکی میباشه او طرفه. خب در این طرف هم رو برای چی هم هست قصر تنیس و میتونید که برای تماشا کنید تنیس کلان، کارت کلان اونجا طرف مردم تماشا دارن که کویت بازی رفته است. خب این هم جای ایستگاه ماشینا، این هم جای کسانی که ویلی که نمیفهم، جای کسانی که بیشتر با چی میگن اکستریمال میگن چی میگن و ما شوق بازی دارن.
و سمکت و نمیفهمم چیزا این طرف بوده. خدا مجموعه ورزشی با حساب خطا نمیکنیم چون همه چیز هست در اینجا. ببین تمامی شش حساب نه جایی استراحتگاه، جایی شستن، جایی مثلا خواب رفتن و توالت، همش در سطح عالی است. این طرف ببینید خیلی خب دوستان عزیز، ما هم از دیگه سمتی کل اومدیم. اینجا ببینید خیلی جای بر هوا هست. اینجا خوب دیده میشه که ورزشکاران چی نمود در آب شنا میکنن که در آب این کسان شبخوار بازی های اکستریمالی هم ایش نپرید، بازی های خیلی هم شبخوار که بینیم ایش چکا میکنن. نه ایش هم نپرید، نه کرد لکه این بود خیلی باید کرد. خب درآمدگاهش از طرف های از میرم میبینیم چند سمای. خب بریم این طرف هم رستوران بحر هم توقفگاه برای پارکینگ ماشین ها. خب ایش چکا میکنن بچه ایش بزبالای بعد این خسته نمیتونه خدا میدونم اینجا هیچ کردن نمیتونه. دوستان عزیز چنانچه گفتیم اینجا نبیده ایش نپرید، نه چکایی میکنه. خب نه نکرده این درآمدگاهی همه چی بوده. این یاتش خالی بوده. این نفر عزیز اینجا آمدیم. اینجا کاسه شای کاسه که همون چیزی که مثلا در چیز میبری اکستریمال. اینجا کاسه اینجا رزرو میکرده بوده است. یک ساعتش در داخل آب بودن 34 یورو بوده. اینجا کاسه های و این طرف کاسه هم کاسه در داخل رستوران های و اینا میریم بیرون. در کاسه 34 یورو میسپاری یک ساعت. این اونا میرای گفتی گپا که یک ساعت تو میخوای گردیم چی میگن آزیرا یا گردیم کول. خلاص اینجا رستوران های، اینجا مردم شدگیان. خب این طرف جای استراحتگاه های. خب میره اینجا لباس های مخصوص میپوشی، مثلا واسکچا برای غرق نشدن و کاسکا یا چیز حتمی هن. و یک برسلت دیگه هم میتاد که مثلا چی باشه. امروز یک شنبه که هست یک کمک چی تر کرده است، چی میگن تخفیف کرده است. هر وقتا که بود از 12 ساله با بالا نمیمونن. امروز چون پیشتر گفتم در فرانسه تعطیل تابستانه شروع شد. از 8 ساله با بالا میتونه که بیان در اینجا آبازی کنند یا که مثلا همه چیزا بگیرن استراحت کنند یا که مثلا در درون داخل آب یک ساعت بگردن. تا ساعتی بسیار گفتی کمتر میشه چیزا، دیگه یک ساعتش 34 یورو هست. یه ودامی اچرا ده همه. خب اینا دوستان عزیز. خب باز میرم دیگه سمتی چی ببینیم چی گپه. اینجا سر میشه استارت چه جا بودای نگاه. هوپلا رفت اینا. این گریش میره آوازی بابا پیشه. اونجا چی کانسترکتورای نفهمانش که چی باید کنن چی باید نکنن. این خیلی بینید و خوشو باید خیلی مخصوص آب افتاده شده سن. بعد آب باید چکا کنی چکا نه نه دیگه نیستن کلان سالانی یکم برای هرس دیس هست. ماشاءالله ساز بودای. خب نگاه کنین مخصوص چی ها هستای در پاپوشی دارن پای افضال. این روز دخترک بود. خب دوستان عزیز چنانچه گفتیم اون طرف قصر تنیس بودای
این طرف پلاشتکای دیسکی خطی پلاشتکای کلان سالو برای والیبال و نمیفهم بازی کودکانه و این طرف هم جای بازی و دیگه چیزا. خب ولی این طرف که رفتیم خیلی دیسار دیدیم. این طرف میریم کو ببینیم در این طرف چی گپای برای که این طرف دیدیم که چون فعالیتش بیشتره چه هم دیگه طرف ها و بریم کو در این طرف چی باید خب و خاموشه یا که یکان گپ دیگه هست بریم میپرسیم انشاءالله. خب ما رو همراه باشین. آنها گفتن همونا در بین پارک خیلی دو چی ماندگین که آب پاش میتن برای اگر خیلی هم گرم شدی ختمی سرخین میکنی. نبینه این بچه خچه سرخین کرده گرچه این خود گرم نیست اما به هر حال یا کار کردن یعنی آب پاش میتن هر طرف. ما هم میریم یک بود در داخلش بدونیم چی گپای. ببینید که شمالک شما هست بهترین دم میگیری باور تو کمک تر میشه اسرازه. خب دوستان عزیز این طرف هم یک آذر دیگه هم بوده. این طرفی ده آذر کلان این طرف کلان تره این طرف ما خودتره که نگه جای خوب هم بوده است. مثلا اون طرف نگذاریم ببینیم به این طرف چی چیزا داره. اینجا هم فقط جای ماهیگیری بوده یعنی مرد خوب ماهی گرفته است و پارکینگ ماشینا ها اینجا و این طرف هم آذر دیگه. خب اینجا مراقبه خطی بچه هاش خیلی زیبا هم هستن. بریم پای طرف خب بینیم دوستان او طرف همون آذر کلان یا لک کلان کلی کلان این طرف کلی میده و این طرف هم چون پارکینگ و هم جای استراحتگاهی مرغابی ها. ای بچه اینجا مرغابی شو بوده این کلوناش هم اوش میده حقاش چخشان سفید یا چی میگن غازش میگن چی میگن هم خیلی چی اینا بیان چخه این لکم کلانای. خب او موبایل جای تمامی پرنده ها بوده خیلی بوده پرنده در اونجا برو ببینین در شاخهای درخت هم هستن در زمین هم هستن راستی در همه طرف. این دست خولی های ایوار یگان نانه یگانش میپرتدیم اومدن اموخته هن یا متاسفانه یگانش نیست دستم. خب بریم با دیگه سمت های چی. دوستان او طرف میبینه ساختمان آبی اونجا باسین یا پیسین به گفتی فرانسوی ها اونجا میره مثلا جای بازی کردن باسین کلان در آمدگاهش هم 3-4 یورو کودکان هن کلان سالاش 7 یورو. خب اینجا جای میدانچه ورزشی کودکا بوده است و رستوران و هم جای آبازی نه که جای آبازی نه جای باید کاتاماران ها اون چه نشست بچه همه مدرکیش سالپر شده اینه که اوقای شادی بازی داره که آوردنش اینجا این سگا رو بشکه سگ خشبایی. خب این طرف هم جای استراحتگاه جای رستوران این طرف هم جای اینه که جبو بر هوا کشاده بوده اما اینجا خشرو نمایونه ببینید ای کلام بوده اینجا نه دیدیمش کلام بوده. این طرف هم دیگه جای هم بازی و طرف پارکینگ خیلی زیاد بوده است و این طرف هم جای میدانچه ورزشی چنانچه کنیم اون طرف پیسین یا همون باسین آبازی. دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره این سفر نوبتی ما که به یکی از شهرهای خردی فرانسه بود که آمدیم برای آبازی برای تماشا کردن اما متاسفانه آبازی کردن اینجا اجازه نبوده است روزهای مخصوص داشته است اما ما در یک روز اومده که امروز فقط چه آبازی اجازه نیست خلاص دیگه کاراش اجازه هست.
خب دیگه شما را به خدای پاک و منان میسپارم. تشکر که تا آخری برنامه را با ما همراه بودین. دیگه منتظر برنامه نوی ما باشین. دیگه خداحافظ. فعلا شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. بدرود.